خوشا آن دستی که به دامان نجف باشد و آن چشمی که حیران نجف باشد. خوشا آن زلفی که پریشان نجف باشد. دلی که گرم طوفان نجف باشد. مسلمان نجف باشد به قربان نجف باشد. خوشان سجده‌ای که زیر ایوان نجف باشد. به انگور ضریح او خوشا چشمی که روشن باشد از نور ضریح او. خوشا آن لب، خوشا آن دل، خوشا آن جان، خوشا آن سر، خوشا مست گریبان چاک دست افشان عاشق پیشه ای که مات سلطان نجف باشد. علی اعلا، علی اعلم، علی بالا، علی اقدم، علی مسلم، علی اسلم، علی اشجاب، علی اکرم، علی اول، علی خاتم، علی بیرق، علی پرچم، علی اکبر، علی اعظم، علی محرم، علی محرم، علی در دل، علی در دم، علی عالم، علی اعلم، علی کوثر، علی زمزم، علی یعنی حماسه های عرفانی ورای حد انسانی. علی را من نمیدانم، نمیدانی چه میخوانی. بریز آبی که بنشانی شرر خیز آتش شور جنونم را که خود را بر در و دیوار زندان میزند جان در پریشانی. مگر راهی بیابد تا نجف تا سنگ فرشش طی کند این راه را با چین پیشانی. علی یعنی خدایا من نمیدانم تو میدانی. تو جای خود کمیلت کیست وقتی از حقیقت گفت و گفتی مالکب. اما تجلای تو را میدید و یا سلمان که در دنیای بیمرزش فقط جای قدمهای تو را میدید و مقدادی که چشمش چشمهای آسمان سایه تو را میدید و اماری که در سجده فقط خاک کف پای تو را میدید و میسم بر سر دارش فقط اعجاز فردای تو را میدید. پیامبر هم شب معراج در هر لحظه سیمای تو را میدید. بگو از تکه نان لقمه لقمه در دهان مرد نابینا. بگو از دوش خود از بقچه نان کیسه خرما. بگو از بازی طفلان به پشتت از تنور خانه پیری پر از شکوا. تو جارو میزنی نان میبری با کاسه های شیر. در هر جانه میرفتی به آن جایی که آنجا بینوایی نیست، به آنجا که برای چهره های سرخ جایی نیست. خوشا تیری که در پایت کمی فیض از نمازت برد. بگو از جوشش چاهی که فیض از ناله و سوز و گدازت برد. علی را فاطمه فهمید و زهرا را علی فهمید. علی با فاطمه با عشق معنا شد، همان که قبل خلقت امتحان شد امتحانها شد. همان که قبل خود ابیها شد، همان که نقطه با شد علی هم نقطه فا شد. چگونه این همه معنا در این یک واژه پیدا شد؟ علی معنای زهرا شد.